تویچ لابز قسمت 25. خب من همینو میگم دیگه. این کونی رفته تارکو بازی میکنه چیت داره میزنه کسکش سگ. توی چشمای ققنوس انگار سفره حضرت ابوالفضل انداختن. چرا اینقدر چشاش غمگینه؟ شعر میذارم هر کی نذاره. Yes. Sorry for my English because my main language is Farsi. He just translate. خیلی هم قشنگ صحبت کرد انگلیسی. خیلی هم زیبا بود. هیچ کس هم حق اعتراض نداره. هم پایینه یا من احساس میکنم سنسم به هم ریخته؟ ببین این میدونی بامزه چیش خیلی بامزه است. من کلا این چند روز پیش هم آپتین با یه تصمیم خودخواسته تصمیم گرفت خودش رو از عمو به عمه تبدیل کنه. سلام عمه آپتین. الان تو دانلود کردی؟ من 18 دقیقه جفتتون تمام بکنید فکر کنم تمام بود. خسته شدیم به خدا. چا جاتون خالی؟ آرش دیروز یه ماکارونی درست کرد. نه رنگ داشت. رژ لبای مموشی هم یه جورایی مثل فیلمای اصغر فرهادیه. پایانش بازه. چرا این شکلیه؟ مثلا گوشته حتی نچ از رب زده بود، ربه نگرفته بود، نمیدونم. نه اصلا قرمز نبود، ماکارونی سفید بود. فقط هم من گفتم خیلی خوشمزه است. تشکر. نمیگفتی چی میگفتی؟ هیچی نمیتونستم بگم. هیچ صحبتی نداشتم. آرش اشمزی نکن دیگه اگه تو استریم. نه تو استریم نیست، پشت فرمون بود. در همین الان گفتم. آگاش چه خبر؟ قربونت برم. مرسی. تو خوبی؟ خدا رو شو. بگو ببینم کجا رفتی؟ ما با هم صحبت کردیم ولی درست صحبت نکردیم. کجای شما رفتی؟ من عاشق خنده های این دوستمونم. نگاه کنید خنده ها رو. آمل و نور. خب مگه شمال فقط یه جا نیست؟ شمال دیگه. تموم شده رفتم شمال. کجا رفتی؟ بچه ها یه چیزی بگم. من فکر میکردم اونی که دارید بگید پرنسار. بابا خفه شو مرتا، اونقدر نبر راحت باشی دیگه. کسکش میگن، جنده میگن. توی استریمای مهشاد کلن همه بر علیهشن و هر کسی که میاد توی استریمش یه جوری میخواد آبروی این بچه رو ببره. خنده های عصبی. خب تو میگی اسمشو نگو. پایین تنه اجتماعی. آناس باختو نمیخواد بپذیره هیچ جوره. آخه مگه میشه سقنگور رو نشناسی؟ خیلی عجیبه برام. میگه من زغن بود میشناسم ولی سقنگور نمیشناسم. زق نبود. امیدم روزای بدی رو داره میگه. برای امید لنون دعا کنید دوستان. امیدم خوبی اصفت من بر وزنش خوندم. بعد دیدی و گفتی چی بود؟ یعنی واقعا حال امید بد شد. حال امید بد. وای خیلی بده. بابا یه دونه اسلحه نیست. بیا سمت ما لودی میخوای. ای پولا یه راجع به این که چت من خلوته.
ویورم اینقدر چرا چت نمیکنم؟ این کسشرا رو تو چتم ببینم برام مهم نیست چقدر میشناسمتون، مستقیم بنتون میکنم. به هیچ کس ربط نداره چت من خلوته یا شلوغه، فیک میزنم فیک نمیزنم، به هیچ کس دقیقاً محتوای تویچ لبس هم به هیچ کس ربطی نداره نهال جان. من تو این مورد باهات هم نظرم. یه اسکواد کمن بعد از اینکه متوجه شد توی بازی الدن رینگ نمیتونه اونطوری که باید و شاید باشه، تصمیم گرفته با آهنگ‌های بندری هیروهای الدن رینگ رو برقصونه. خیلی هم سینک در اومده این دفعه. کیر تو دستت پویان بیان، کیر تو دستت. ببین منو این ویدیو رو تقدیم میکنم از شبکه خوبه. کیر تو دستت پویان بیان. چرا دقیقاً بعد از این کلیپ متوجه شد که دسته به پی سی وصل نیست. روشنه این لوگوی کیری فیل اسپنسر مادر جنده روشنه. من ریدم در اوه DLC بعدی اینجاست. پس وات اون چیکار داره میکنه؟ هدف پخش عکس ادمیرال 10 میلیون. من با 100,000 تومان عکسش رو پخش میکنم دوستان. خب اینم آنلاک شد. نایس تانک یو گود شیت. خب اگه اینجا DLC بعدیه بذارید بزرگترین ناهماهنگی صدا و تصویر. ریدی تو گیم من، بالاخره پیدات میکنم و شبونه پا میشم میام بالا سرت یه دونه میخوابونم زیر گوشت و بعد وی ترسیدم. Fuck you bitch motherfucker جند مادر جند کسکش. وقتی دوست داری فوش انگلیسی بدی ولی فقط یه جلسه رفتی کلاس زبان. کیر خر تو کس مادرت مادر فاکر. کدوم مادر جنده ای منو زد؟ ساناز جان این تصویر رو نه تنها دیدیم بلکه کلیپش کردیم و توی تویچ لبس هم میذاریمش بماند به یادگار. فیکس کن بعد ببرم در اولین چی خیال دیگه منو به والبنگ زد. چند تا من زدم بهش؟ عالی نانی احمد ول کن اونو. برو بی برو ای مستقیم برو. یکی بالا سمت راسته. فقط یه نفرم هست. نانی هم بازیش خوب شده توی کانتر. باریکلا انتظار نداشتم. بابا چرا نمیخوره؟ با این نانی کیه؟ آقا بنازم آقا کلیپ لطفا ممنونم. نانی جان دستم بند بود. از این مچ کلیپ میکنم. برو بریم. مارکت. One more market. Oh my bad. اشکال نداره. از دست بد کلیپ میکنم. اینو ندید میگیریم. وای یارو رو کشتم. فرشته که اونی که تو تونل بود اون تهش منو کشت. هی زندگی. نه نه جان تو این کار نیستی. برو همون دوتا تو بازی کن. میگیم هیچی نگید. کانتر مخصوص حدیثه فقط.
کسکش کیرم دهنت. این سگ میتوه. دیدین چو سیم؟ کمتر این بزن. مقدار از عصبانیت به نظر شما طبیعیه؟ سگ. چشات کوره. مادرتو سایدم. و اونو دمیجش هم کرده بودم اونجا کستکشو. اون پشت نشسته بود. وای نه. ایلوژن خودم بیفته رو خودم میگم. یارات نیومده. الان نه میرفتیم آجی نه وقتی میگه نه با بای دارم. لاینا رو پوش بدی. من زنده. بابا مادر تو گاییدم امیر رو با چی کار میکنی آجی؟ آجی حواسم نبودی و داشتم این ور اونور نگاه میکنم ببینم زیر دست و پاشونم. ننه جندت رو گاییدم مادر قبه حروم زاده. باختیم نتونستیم بچنگ. الان گیریم سم میکنه. وای وای وای. اینم یه شات خفن توی سیاه تیوز از علیرضا. ببین چه جوری بخوره. بوم. حال کردی. بوم. این خوب بوده. چت. یعنی با سیستم 100 میلیونی پابجی موبایل استریم کنی و استریم بذاری میزنیم. خیلی طرفدارش از پابجی پی سی بیشتره. من اون موقع داشتم جلوی تیمایی مثل فناتیک و اینا بازی میکردم. استریمر پابجی موبایل 500 برابر من ویور داشت. حق واقعا حق. یه ذره تغییر کردی کلی گیت شدی. خدا الان ایس میکنم. یه چند تا هدشات زیبا هم ببینیم توی بازی والورانت. و در آخر مرسی که این ویدیو رو تا انتها نگاه کردید. ممنون میشم اگر این ویدیو رو لایک و کامنت و سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی.